سلام. میگم درسته که سیدعلی نه از سواد بهره برده، نه از عقل، نه از شانس، نه از اقتدار، اما از حق که نگذریم از بابت مرض خودش کلکسیون لامصب. یعنی تا دلتون بخواد درد و مرض و بدبختی داره. حالا تو این هیروگیر زهرم زده تو رگ، دیگه قوز بالا قوز شده، یعنی مرضاش چند برابر شده. من مرض دارم هی درد سر دارم این مغز تر دارم حالا وای 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 حالا وای 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 حالا وای 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 حالا وای 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 وای. یکی از مرضا و دردسرای سیدعلی ترسش از فتنه و پریشون شدن عمامشه. واسه همینم هی پامنبریا و مواجب بگیراشو میفرسه وسط گود تا خط و نشون بکشن و درجه تب ولایتو به همه نشون بدن. امروز مردم باید خود را برای فتنه بزرگتری آماده کنند. فتنه‌گران خواستار ساقط شدن جمهوری اسلامی شدند. بله، تکلیف سیدعلی و نوچه‌هاش روشنه. میگن آقا فتنه تو راهه، باید بزنیم و بگیریم و ببندیم و تمام. چون اگر نزنیم و نگیریم و نبندیم تو این بحبوحه زهرخوری فتنه میاد و رپتی پتو. حالا ببینیم همپالگیای کوسه حرفشون چیه. دانشگاهمون یک فضای علمی و فرهنگی هستن که همه کسانی که فرزندان خودشون رو به دانشگاه تحویل میدن انتظار دارن در جمهوری اسلامی فضای دانشگاه با موازین اسلامی، موازین انقلابی، موازین شرعی همسازی داشته باشه. خب اگر همه مسئولیت ما در دانشگاه با وظایف تعیین شده داریم، دیگه لزومی به حضور نیروی انتظامی در دانشگاه به خاطر اینکه مثلا امر معروف و نهی از منکر داشته باشیم، این خود دستگاه‌ها باید این کار رو انجام بدن، مسئولیتشون انجام بدن. به 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 به، بعد از جام زهر اتمی نوبت به جام زهر نیروی انتظامی هم رسید. طرف میگه نیروی انتظامی رو از دانشگاه بکشیم بیرون. هیچی دیگه، فردا شعار توپ تانک فشفشه هم بده دیگه. اگه نیروی انتظامی تو دانشگاه و بقیه جاها باشه چی میشه عمو خرسه؟ اون عنصری که از بیرون وارد میشه عنصر غریبه هست، به راحتی حرفشون نمیپذیرن، به راحتی باش تعامل نمیکنن. آها، یعنی میزنن تعامل طرف و درب و داغون میکنن ها؟ منظورت یه چیزی تو این مایه هاست. هر کی جونه برای رنگ و وارنگ نظام ولایت رو نشناسه فکر میکنه این یارو وزیر کشور شیخ بری خیلی دلسوز دانشجوها تشریف داره و دلش واسه جوونا کباب میخواد. اما موشکاف و موشکافا میدونن که اینا سر و ته یک کرباسن، بالا تا پایینشون یه خواسته دارن، اونم حفظ همین نظام کوفتیه. منتها هر کدوم شیوه خودشونو دارن. شیوه ملتو برم که حرفشون رو به همتون یک کلام بیشتر نیست. دست جمعی گورتونو گم کنین. سرت قبر امام با اعتقاد راست این زور بزنم یا نزنم، میخوای بزن میخوای نزن، توی دامن امام مل بازی کنم یا نکنم، میخوای بکن میخوای نکن،
خیشنود امروز از تحت بزنم یا نزنم؟ میخوای بزن میخوای